یک دختر است در یکی از کشورهای خارجی و این خیلی زیاد مقبول است، خیلی لباس شیک میپوشه، خیلی هم مقبول است، مویای خود خیلی خوبش جور میکنه. اینال مسیح جان هر بچه که میایه که با این گپ بزنه، این برش میگه که خب گپ میزنم با یک شرط که برای من شامپاین بخری. بچه میگه سیز شامپاین میخرن، میشینن، مینوشن. دختر میگن که بر امروز امق کافی است، من نمیخوایم امروز تو برم بیرون. صبح باز تصمیم میگیریم، صبح باز در هتل میایه که در هتل میایه. دختر میگه که ما با خود یک 4-5 دوستای خودم آوردیم، باز شامپاین بخر. و به می شکلی مردم بازی میته و در آخر که میبینه که دیگه کار نیست، دختر میگه ببخشی نشد، من تو را دوست ندارم، نمیتونم با تو برم خانه. بعد یکی از دوستا با این دختر میشینه و این دختر برش میگه من یک شرط دارم برام شامپاین بخری و این بچه برش میگه که شامپاین در کار نیست. اگر میخوای با ما گپ بزنی، میخوایم با تو گپ بزنم و قرار نیست با تو بازی کنم و قرار نیست با ما بازی کنی. و این دختر میگه خب شامپاینی که در کار نیست، محبت هم در کار نیست. یک ماهی بچه هر روز پیش او دختر میشینه، برش میگه بیبی موتر فراری دارم، پول دارم، اما شامپاین در کار نیست، میخوایم با تو گپ بزنم بدون شامپاین. این دختر میگه خب بعد از کارم منتظر باش. ساعت 11 میشه، دختر از دیسکوتیک میبره، بچه را میگه بخی که بریم یک رستوران. میشینن، پیزا میخواین. بچه میگه راز شامپاین چیست؟ چون 5 دوست مرا تو شامپاین خوراندی. دختر میگه ما با این هتل قرارداد کردیم، من میایم، ظاهرم خیلی جذاب است و با این ظاهر جذاب خود با افراد بازی میتونم که میتونیم با خود با یکی دیگه خود یک آینده خوب داشته باشیم. شامپاین میخرم. او شامپاین که سرش باز میکنیم، فردا ما میایم او آدم در هر شامپاین $300 فایده میکنه، $1,500 از ماست.